ببخشید شماره‌تون لطف می‌کنید. چیزی ندارم. چی دقیقه حساب می‌کنی؟ سلام. اومدم به نشون بدم از هر کاری میشه پول در آورد، ولی تو عملگرایی نداری که پول بسازی. داداش من عکاس خیابونی ام، کلاً عکس برداری می‌کنم، با گوشی خودم عکس برداری می‌کنم. اینستاگرام داری؟ تیزر درست می‌کنم، همه ی سناریو رو بهت میدم که چه جوری راه بری، چیکار کنی، چه کاری رو انجام بدی. 0 تا 100 رو بهت میگم. اوکی که ازت عکس بگیرم؟ تیزر خالی می‌خوای یا عکسم می‌خوای؟ مجموعه میشه 300. با هم یه دونه تست بریم متوجه میشی. آره با گوشی میگیرم همینجا واسه درستش میکنه. حالا سر قیمتش با هم دیگه راه میایم دیگه. بریم تو کارش ببینیم چی میشه. داداش این عکسته، کلیپم کامل واسه درست میکنم، 0 تا 100 واسه میفرستم. اینو ببینم. بعد هزینه‌اش چقدر؟ 300 قابلیت هم نداره. کارتون. آره کارتون دارم. عزیز دلم. دو تاش با هم دیگه 300 داداش. یه چیز خوب تحویلت میدم. همین الانم واسه درستش میکنم. به تحویل میدم. اوکی؟ دمت گرم. نقد داری خدا 1000 مرتبه شد. اوکیه؟ خیلی اوکیه. آره. خب هزینه‌شو نگفتید. 300 قابلیتون نداره. جفتش با تیزر. بریم بگیریم چی میشه دیگه. شما حساب کنید. 63 62. وقتی میگم عملگرایی خود پوله یعنی همینا. من بدون دوربین، بدون لپتاپ، تو لوکیشن درست با گوشی برات پول ساختم. تو پول نداری چون عملگرایی نداری. اگه میخوای تمام تکنیک های عملگرایی یاد بگیری فقط کافیه عدد 21 رو برام بفرستی تا همین الان برات بفرستمش. بریم که نترسی.